سلام عزیزای دل، امیدوارم حالتون خوب باشه. بعد این طرح پروانه خفنی که کار کردم و با حمایت شما عزیزا مواجه شد که خیلی هم ممنونم ازتون بابتش. سه تا طرح رنگی دیگه انتخاب کردم که اولیش این، دومی این فضانورد و سومی این کله اسپایدرمن. پس بریم که این طرحهای خفنمون رو اجرا کنیم. امیدوارم نتیجه خوب از آب در بیاد و همچنان حمایت شما عزیزان رو داشته باشم. خب دوست عزیز، طرحی که نشونتون دادم دو تاش تکمیل شد. بریم با هم دیگه ببینیم. یه نکته هم میخوام بگم در مورد طرحهای رنگی. خب طرح اولی که کار کردم اینه، به این شکل که میبینید، و طرح بعدی که خیلی هم اذیتم کرد بابت ترکیب و ساخت رنگ‌هاش این طرحمونه. نکته هم که میخواستم باهاتون در میون بذارم در مورد این طرح‌ها اینه که برای ساخت تمامی این رنگ‌ها باید از ترکیب این سه رنگ اصلیمون استفاده کنیم که خیلی مبحث سنگینیه و شما باید انقدر آزمون و خطا کنید و در نهایت بتونین به راحتی رنگ دلخواهتون رو بسازین. مثلا این قسمت ابرهای ما تو طرح اصلی همونطور که میبینین خیلی روشن کار شده. من اومدم این رنگو ساختم، این رنگ. اما اینو نمیدونستم که این رنگ وقتی میاد روی پوست یه مقدار تیره تر میشه. برای همین ابرهای ما یه ذره حالت بارونی دارن دیگه، یه تیرگی دارن. به بزرگی خودتون ببخشید و کلیات طرحو بگیرین. امیدوارم بپسندین. تا طرح بعدیمون، فعلا خدا نگهدار.